بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسیار خوشحالیم که امروز مهمانان خاصی داریم. فرماندهی محترم لشکر 88 ذریعه زاهدان با هیئتی از همکاران بسیار گرامیشون در این مراسم شرکت کردند و اعلامیه هم خواندند که انشاءالله در پایان عرایزم در این باره صحبت دارم و به این مهمانان بسیار ارزشمند عرض سلام و خوش آمد دارم و همچنان عزیزان سلامت و بهداشت هم اعلامیه خواندند اینجا و در رابطه با خطرات تب کنگو و تذکرات دادند و توصیه دادند که به این توصیه عزیزان هم ما باید توجه جدی داشته باشیم. ایام بسیار با برکتان و ایام بسیار مبارک هستند. عشره اخیر ببخشید عشره اول ماه ذوالحجه هست و روزهای برگزاری حجان و روزهای برگزاری قربانی و روزهای ذکر و عبادت و اعمال و توجه الی الله هستند. این ایام بیشک برای همه مسلمین، همه ما، همه انسان هایی که خدا را باور دارند و خصوصا دین اسلام قبول دارند، هدایت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به هدایت قرآن توجه می کنند. برای اونها این ایام بهترین ایام و این ایام بهترین فرصت هست. این ایام الله تعالی ویژه قرار داده است برای جبران کوتاهی ها، برای رسیدن به الله تعالی، برای که اهل همت بتوانه همت کنند در این ایام و از این فرصت کوتاه بتوانند به قرب الله برسند، با توبه و استغفار گناهان خودشون را سر خود دور کنند و خود را پاک بکنند و بهترین فرصت هم خصوصا امروز که هم روز عرفات هست و هم روز جمعه و حجاج گرامی از همه دنیا آمدن، جمع شدن و برای ادای فریضه حج امروز به صحرای عرفات رفتند و واقعا عرفات و صحرای عرفات یک عبادت اونجا انجام میگیره و حالتی است که همه ما را تکان میده، همه ما را بیدار میکنه. مردم دنیا همه به امید عفو، به امید مغفرت الله تعالی، به امید آزادی گردنهایشون از آتش جهنم امروز در اون صحرای که آشتی با الله تعالی هست
او صحرایی که امروز راز و نیاز مستقیم به الله تعالی است، فردها برداشته می شوند از بین بنده و بین الله و الله تعالی از هر وقت و هر جا نزدیکتر میشن به اهل عرفات و به حجاج. اونجا امروز یک صحنه است که واقعا صحنه استثنائیه و تاریخ هیچ جای دیگری غیر از عرفات چنان صحنه را شاهد نبوده و شاهد نیست توی دنیا. لحاظا این از ویژگی این ایام و از ویژگی این روز هاست که الله سبحانه و تعالی قرار داده و اگر ما شرف حضور را امروز در صحرای عرفات نداریم و عزیزان ما هستند اونجا حجاجان دعا میکنم برای همه مسلمین و مسلمات، برای همه اهل ایمان و اهل دین و ما باید دعا کنیم که الله ما را در دعای تمام نیکان و صالحان الله تعالی شریک بگردانه. و اگر ما حاضر نیستیم اما عزیزان من روح ما و قلب ما به هر حال این حضور داشته باشه و ما هم دعا کنیم و آرزوی من همین باشه که امروز الله تعالی در همین حاضرین قادری که ما را قرار بده، در دعای اونها ما را شامل حال قرار بده. یقین بدانید و ما مطمئنیم که سارای عرفات خیرش محدود نخواهد بود. برای سارای عرفات حج مراسمی است که خیرش محدود برای حجاج نیست. این خیر و این برکت به همه جهانیان میرسه، به نوع میرسه، به اندازه میرسه، چرا که این خانه کعبه را و این مرکز را الله برای همه جهانیان مرکز هدایت قرار داده و برای منافع همه الله تعالی این شاعر دینی را، شاعر اسلام را، عرفات و مزدلفه و منی و خانه کعبه اینها برای همه منافع جهانیانند. حتی این منافع مختص مسلمانان هم نیست، بلکه یک منافع و یک برکات به همه دنیا می رود و بقای دنیا، بقای عالم و جهان به خاطر بقای این شاعر الله است، به خاطر بقای خانه کعبه و این خیری که انجام میگیری، عبادتی که انجام میگیری، این تضرع‌گذاری که انجام میگیری به نفع همه جهانه و به هر حال دلهای همه جهانیان آنجا وابسته‌اند. همه مردم دنیا دلبستگی به او سرزمین دارند، دلبستگی به حج دادن، دلدادگی به حج دادن. اما عزیزان من یک اشتباه بزرگه و یک تفاهم اشتباهی است و اونی که ما خیال میکنیم که هرگاه به خانه کعبه برسیم، هرگاه به حج برسیم، معلوم نیست که این فرصت که میسر میشه. هرگاه که به مدینه منوره رسیدیم، به مسجد الحرام رسیدیم، در کنار روضه مطهر حضرت قرار گرفتیم، این معلوم نیست که کی میسر میشه. ما باید بجنبیم اینجا. الله هر جا هست و همه جایه و این ایام الله یک سفره گسترانیده و گسترش داده سفره رحمتش را، سفره بذل و جهود و عطا و احسانش را. همه جا مردم دنیا میتوانن به دعا بفردازن، به تضرع و زاری بفردازن در این ایام، در این ساعتها، در این شبها، در این ایام و لیالی به خیرات و صدقات بفردازن، به ضعفا برسن، به مستمندان برسن، مریضان عیادت کنن، کار
خیر انجام بدن، روزه بگیرن در این ایام، الله را به کثرت یاد کنن و ذکر الله تعالی را انجام بدن و الخیر و برکات در این ایام مختص حجاج و مختص او سرزمین نیست. اونجا یک چیز ویژه است، یک چیز شک نیست که خاصی است، او همه جا نیست، اما یک رحمت به صورت عمومی الله تعالی شامل همه اهل زمین کرده، همه مسلمانان کرده است، حتی به اهل زمین میرسه. ولهذا ما نباید از این غافل باشیم. این فکر نادرسته که اگر ما فکر کنیم که به حج رفتیم آنجا شبها بیدار میشیم، آنجا به خیر میپردازیم و تضرع زاری، این وسوسه شیطانه. همه جا الله موجوده. حالا این دعا باشه که ما مشرف به حج بشیم، به اون سرزمین برسیم، جایی که دربار الله است، جایی که رحمت ویژه الله، جایی که یک رکعت 100,000 به 100,000 یک رکعت، به 50,000 و هزار. شک نیست که اونجا برکات بسیار زیاده و بی حد، اما الله همه جا موجوده. خدا اینجاست، اینجا نباید از الله غافل باشیم. اینجا خدا را یاد کنید که خدا شما را یاد میکنه. هر کس الله را ذکر کنه به تنهایی، حدیث شریف است که الله او را به تنهایی یاد میکنن، پیش خودش یاد میکنن، و هر کسی الله را در جمع یاد بکنه خدا در جمع پرستگان او را یاد میکنن. و هر کسی که شکر خدا را، شکر نعمتهای خدا را انجام بده، خدا رحمتش را و نعمتش را بر او مزید میگردانه. و هر که توجه به الله بکنه الله او را مورد توجه خود قرار میده. هر کس اطاعت کنه، فرمان ببره، به نماز خود را مسئول کنه، به تلاوت مسئول باشه، به ذکر خدا مسئول باشه، به صورت اتومات الله رب العزت که عالم الغیب و همه چیزا میدانن، ذکر بنده مسئول میشه، به ذکر بنده را ذکر میکنند و یاد میکنند و با رحمت از بنده استقبال میکنند. ما کم لطفی متاسفانه، نظر ما کوتاهه، دید ما تنگه، ما تنگ نظریم، ما نابیناییم، خدا بینایه، خدا مهربانه، خدا رحیم و رحمانه، به بندگان کرم داره و به بندگان نظر لطف داره. چرا بنده پریشانه؟ چرا استراب داره؟ چرا استرس داره بنده؟ چرا استرس بگیره ما را و استراب بگیره ما را؟ وقتی پروردگار با این کرمه، با این لطفه که بنازیم باید به این پروردگار و بنازیم به این خدا، به کرمش، به رحمتش، به صفات زیباش بنازیم که او بر بندگان مهربانه، تا اشک ما سرازیر بشه و تا قلب بتپه و تا بدن بلرزه، به بارگاه او رحمتش به جوش میآید، کرم و لطفش شامل آل بندگان میشه و بندگان مورد قرار میده. گناهگارانم میآموزد اگر گناهگار پشیمان باشه، اگر گناهگار استغفار کنه و توبه کنه، خود پشیمانی بر گناه توبه. والله مهربانه. ولی عزیزان من، ماییم که رو به سوی دیگر کردیم، روی ما به جایان که به سوی خدا بشه رو به دنیا کردیم و دنیا شده محبوب ما، دنیا دل
دادیم و به مال دل داده مقام و جاه و پست دنیا، مال و منافع دنیا شده ایم و پشت به الله رحمانه و رو به سوی دیگره. ولی اگر ما چرخش بخوریم و برگردیم دنیا جایگاهش مادیات این اندازه نیست، ظلمه و اون انسان ظالمه که رخ و توجهش به سمت مادیات بره، معنویت فراموش کنه، خدا را از یاد ببره، ترو خشک انجام میده برای رسیدن به مال. ظلمه و این ظلم نسبت به خود انسان است. دنیا این جایگاهش نیست، این اندازه نیست. دنیا نعمت هست، مال دنیا، و برای نیاز وقت، برای نیاز روز، برای نیاز لحظه، برای نیاز زندگی. اما نباید قبله را از دست داد، نباید رب را از دست داد، نباید محصله که سر تا پا هرچه داریم و هرچه توی این جهان است همه عنایت و عطای اوست، او همه فراموش کنیم. این نمک ناشناسی است، این نادانی حماقت که ما عوض کنیم دنیا را و آخرت را به دنیا و پروردگارمون را برای مادیات عوض کنیم، برای منافع عوض کنیم، برای اهل دنیا عوض کنیم. خدا عوض و بدیل نداره، بی بدیل و دین و معنویت و هدایت نعمتی هستند که بدل ندارند و عوض ندارند. دین باید محکم گرفت و رب العالمین باید به دست آورد و در رابطه با رضامندی الله باید فکر کرد. حیاتی و مهم عزیزان، ایام حجن، این ایام قربانیان، ایام ذکر و تلاوتن، این ایام عملن و عملت در این ایام همیشه خدا دوست داره و در این ایام. اما همه اینا باید به انگیزه رضامندی پروردگار باشن. خدا را در نظر داشته باشیم. کسی که قربانی میخره تا اون لحظه که قربانی را میکشه گوشتش را استفاده میکنه و به دیگران میدهد. همه رضامندی الله مد نظر باشه. الله دلها را میبینه، به عمل نگاه نمی کنه و به نیت نگاه میکنه. وقتی عمل از روی نیت صحیح رضامندی الله باشه، این عمل نزد الله محبوب میشه. خدا مالک دلهای بر دلها پادشاهی میکنه و دل خوب میبینه که کدام طرف متوجه است. دلهای تون را متوجه الله تعالی بگردانید. همه حجاج گرامی، همه چیز باید برای رضامندی الله، حضور در صحرای عرفات برای الله باشه و اون سختی ها فشارهایی که در آنجا هوای گرم و سفر و مشکلات همه برای رضامندی الله. فضیلت حجانه که حاجی سرگردان اونجا، حاجی پریشانه و همه این پریشانی و سرگردانی برای الله. حاجی در جستجوی رضامندی الله تشنه بیخوابه و جای خوبی نداره و بالاخره سفر هرچه امکانات داشته باشه اما با سفر و پریشانی خودش را داره. اینجا هم همینه که رضامندی الله مد نظر باشه. به نماز میایید دل تو متوجه الله باشه که بر الله میری. نماز شروع میشه دل متوجه باشه که بر الله.
همه چیز باید برای الله باشه و الله این نکته را توجه میکنه که اعمال مردم اعمال بزرگی را اگر انجام بدن و رضامندی الله در نظر نباشه نزد خدا بی ارزش و هیچ پوچه و اگر اعمال کوچکی را کسی انجام بده رضامندی الله را در نظر داشته باشه اعمال ارزشمند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آخری حج 100 تا شتر قربانی کردن. همیشه حضرت 2 تا قوچ قربانی می کردن و اینها را ضبط می کردن. وقت ضبط می فرمودن ای الله اینها از تو و برای تو، همه چیزی که ما داریم مال ما نیست، مال الله. اللهم لك و منك، به توفیق الله. خود این مال عنایت الله. شما میرید با پول خدا قربانی را بخرید، پول که مال شما نیست، مال الله. شما از کجا آوردید؟ اینها را الله به شما داده. هر چه داریم ما از آن الله. فرمود اللهم لك و منك، ای الله از تو، برای تو، برای رضای تو. و یک کوچ قربانی می کردم بعد دوما و می فرمودن الله ای از من و از امت ما. آن حضرت به یک روایت همینه که امت همه شریک می کرده. یک روایت نشان میده از کسانی که قربانی نداره و از اینجا ثواب به اونها برسه تا قیامت. و این رسول رحمت و پیامبر مهربانی هاست که برای کسانی که نیامدن تا قیامت میان قربانی میکشه. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ 2 تا گوسفند قربانی میکرد. پرسیدن گویا که از خود منه و یک گوسفند از حضرت رسول. فرمودن که من حضرت رسول وصیت کردن، روایت مسلم است، من وصیت کردن که بعد از من قربانی از من بکشی. و از علی رضی الله تعالی عنہ یک گوسفند از آن حضرت قربانی میکرد. چه که قربانی هیچ عوضی نداره. شما 1000 تا گوسفند بعد از این که قربانی کنید این ثواب نرسید. چنانچه بعد از حج اگر هر هفته هر جمعه حاجی ها به عرفاتن، طول سال برن هر جمعه به عرفات و حالا امروز عرفات، امروز روز دیگری است، دیگر روز این ثواب نیست. ثواب میرسه، خیرات ثواب داره، مساکین کمک کنی ثواب داره، ولی ثواب قربانی در روز عید میرسه به شما. لازم انشاءالله من عرض کردن که آن نظر 100 تا شتر قربانی کرد. 63 تا شتر از مدینه با خود آورده بود و 37 تا شتر سیدنا علی رضی الله تعالی از یمن آورده بود برای حضرت. شدن 100 شتر. 63 شتر آن حضرت به دست خود قربانی کرد و 37 را حضرت علی را گفت که تو اینها را قربانی بکن. و آن حضرت قربانی کردن، گوشت را تقسیم کردن سر مردم. همه گرسنگان آمدن، سیر شد، گوشت برداشتن و رفتن. خود آن حضرت از گوشت اینها خورد و هم گوشت درست کردن، هم گوشت خوردن، هم گوشت خوردن. و این قربانی حبیب برای حبیب، خلیل الله برای دوست. و لحظه این قربانی اگر میسر بشه، کسی که نداری برسری اون نیست، ولی اگر کسانی دارن قربانی بکشن انشاءالله. و برای الله لازمه که ذات میگو بهترینه که خودشون بکشن. شرایطی که عزیز ما مهمان ما فرمود اینجا، این شرایط رعایت کنید. سلامتی مهمه و سلامتی ما تنها نیست، سلامتی جامعه هست، سلامتی مردم. ما موظفیم که این شرایط برای سلامتی خودمان و مردم رعایت.
بسیار ما خوشحالیم که امروز عزیزان ارتشی ما تشریف آوردن. ارتش همیشه جا داشته توی دل مردم، برای اینکه ارتش معمولا با دیگه مسائل کاری نداره، با تمامیت ارضی و برای حفظ کشور و ارتش همیشه ارتش هر مملکت برای عزت اون مملکت بوده است. ولی در 8 سال دفاع ارتشی ها جانانه فداکاری داده و خاطر خوش از ارتش داریم. امروز فرماندهی محترم ارتش تشریف آورده اینجا برای نماز، لشکر 88 زیر زاهدان و چه زیبا که اعلامیه خوانده و در این اعلامیه به هر حال دعوت کردن و اعلامشون همینه که برای ما مذهب و قوم مطرح نیست، هر کس که بیاید ثبت نام بکنه واجد و شرایط باشه استخدام میشه. هم عزیزان دانشگاه افسری دارن و برای او هم ثبت نام میکنن که مردم کسانی که این دوره را برای اونجا طی بکنن افسر میشن در ارتش و هم در استخدام که اینجا استخدام کنن توی اعلامیهشون هست و ما به فعل نیک میگیریم. این واقعا همین طوره مردم ما هم دوست دارن کشورشون را، شیعه سنی و همه اقوام کشورشون را دوست دارن، میخواهند در تمام زمینه ها برای کشور خدمت بکنن، در قالب نیروهای مسلح، در قالب ارتش، در قالب نیروی انتظامی، در قالب سپاه و هم دوست دارن مردم که در ادارات و وزارتخانه ها و در همه زمینه ها برای کشورشون خدمت بکنن و الحمدلله این اعلامیه امروز دوستان زیارت کردیم. ما خوشحالیم از این که انشاءالله جوانان ما کسانی که واجد و شرایط از این تریبون بدم اعلام میکنم که مردم عزیز ما استقبال کنند و ثبت نام بکنند و انشاءالله این لباس برای خدمت کشور خودشون بپوشند، لباس ارتشی را که لباس مقدسی هست و امیدواریم که و دید و نگاه همینطور وسیع باشند و ما همه ملت ببینیم، همه اقوام و مذاهب ببینیم، همه شهروندان ایرانی هستند که شهروندی دارن، همه برادریم و واقعا بین شیعه و سنی و اقوام ایرانی و مذاهب و همه برادری هستند. ادیان ایرانی که در ایران هستند حق و حقوق دارن و همه برادران انسانی و برادران وطنی ما هستند. آغاز مراسم پرسیده عید روز یکشنبه هست و ماه را نگاه کردند، ما دیده نشده، البته نگاه ماه رمضان. رمضان ماشاءالله کوچک و بزرگ و زن و مرد و همه برای ما نگاه میکنند، ولی عید قربان به هر حال الله تعالی ملت سیر کرده و نیاز زیادی به گوشت و اون مسائل منافع عید نیست، کمتر نگاه میکنن و بالاخره این که نگاه اونطور که باید بشه نشده، ولی همون درجه نگاه که شده ماه دیده نشده شب اول و اینجا مسئول رویت الهال هست و بعد مشترکان هم بین نهاد رهبری و میرن برای معمولا ماه تلاش میکنن. ما را هیچ کسی یک نفر ترجمه گذاشته ما اعلام کردم، یک شاهدی هم نیامد و اینه که عید روز یکشنبه انشالله است و دوستان فرمودن که ساعت 7:30 نماز برگزار بشه که به گرمی نخوره، زودتر نماز برگزار بشه، بس سنت هم همین نزدیکتره
که نماز هرچه زودتر برگزار میشه و انشاءالله نماز صبح که بیدار شدید و نماز خواندید دیگه مستقیما مصلا هست. و روز عید هم گفتن که چیزی آدم نخوره، عید فطر یک چیزی میخوره میآید، عید قربان چیزی نمیخوره و میآید دیگه. ناشتای و صبحانه و اشراق و نماز دیگه هیچ بعد از نماز صبح دیگه نماز مکروهه تا نماز عید برگزار نشده است. انشاءالله به نماز عید مستقیما بیایید دیگه و شما رو اونجا نگاه نمیدارم و زود مراسم عزیزان من برگزار میکنم. نماز ساعت 7:30. بعض سوالاتی است که آیا ما فردا روزه بگیریم یا نه، و امروز شک نیست که فضیلت خیلی بزرگی است. هم امروز عرفه هست و هم ارگوز شما که جمعه هست و عرفات و جمعه که جمع بشن خیلی فضیلت بالا میره. و امروز الحمدلله خیلی روزه اند که بعض تمام عشره را گرفتن، بعض چند روز آخره میگیرند. روزه امروز جمع کثیره و فردا از حساب من و شما فردا 9 هست و لحاظا من و شما میتونیم روزه بگیریم فردا و هر کسی حساب خودش داره و بالاخره بر همین حساب رمضان یک روز گاهی جلوی یک روز عقبه، شب قدر هم همین طور و همه احکام بر اساس رویت هست. البته یک حسرت در عالم اسلام و یک ضعف جهان اسلام و او اینه که جهان اسلام با عید یکی میکرد. این کشورهای اسلامی و دیدگاه های مختلف اسلامی با یک جا جمع می شدن و مشترک می شدن توی که بالاخره همه یک جا عید اعلام بکنن و مذاهب مختلف که در دین اسلام شاخه های مختلفن، کشورهای مختلف جهان به راحتی می توانند یک مجمعی را تشکیل بدن برای رویت هلال و وقتی که او مجمع اعلام بکنه هر جایی در جهان اسلام ما رویت بشه و اعلام بکنه عید بشه. این ضعفه که کشور اسلامی دارن و ضعف مسلمانانه و باید ضعف مسلمانان با متحد باشد و ضعف، ولی تا این ضعف است هر کسی بر اساس رویت خودش اعتبار داره و لحاظا ما بر اساس رویت خودمون عمل میکنیم، جای دیگه بر اساس رویت خودش عمل میکنن و هنوز ما یک مشترک یک مجمع شریکی نداریم که اعتماد همه بر او حاصل بشه که وقت او برای او مجمع احراز بشه رویت او فتوا بده و همه جهان اسلام. چنان چیزی ما نداریم تا انشاءالله او روز که این مسئله جمع بشه دیگه همه یک میشه و انشاءالله امیدواریم که الله فردا کسانی که میخوان روزه بگیرن و فردا بالاخره از دیدگاه ما فردا 9 هست و ما تکبیر هم از مثلا فردا شروع میکنیم. تکبیر روز عرفه در مکه مکرمه امروز خوانده شده، ما تکبیر فردا صبح میخوانیم، تکبیر تشریک ولی بر اساس همون دید خودمون عمل میکنیم. الله تعالی توفیق عنایت کند. روز عید با یک یادداشتی دادن جمعوری روز مسجد چندین ساله که به هر حال کارش مانده و الان در پایان کاریم و هزینه‌اش خیلی بالایی با این شرایط امروز و از شما درخواست داریم که مسجد مورد توجه قرار بدید که انشالله کار مسجد جمع بشه و من شما به راحتی بتوانیم توی مسجد تمام قسمت‌های مسجد نماز برگزار کنیم و روز عید برای مسجد جمعوری آن است. انشاءالله آمادگی
یک کامل داشته باشید. مالا سنگ میخریم داخل سنگ میکنیم و بالا تقریبا کاره بالایش تمام شده، پایین آمده بیشتر و این خیلی هزینه بره. 1 تریلی سنگ میگیریم بالاخره 800 میلیون تومان 1 تریلی سنگایی که میکار بکنه. با این وضعیت بالاخره خیلی زیاد است و انشالله دوستان دست بالا بگیرن و همینطور که مسئله تا اینجا رسوندن. درسته 7 سال طول کشیده این قسمت فاز دوم از قسمت جلو، ولی انشالله پایان کاره و انشالله به اتمام میرسه. الله تعالی توفیق نکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.